پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند بنده مؤمن انسان وقتی پاکی میکند، وقتی تازگی میکند، بهترین لباس، تازه‌ترین لباس، بهترین خوشبویی، بهترین پاکی استفاده میکند و دلش را پاک میگرداند از بغض و کینه و عداوت و دشمنی، به سوی مسجد به خاطر خداوند جل و علا، به خاطر که خداوند جل و علا را یاد کند، ذکر کند، فرمان برداری کند، برای هر یک قدم زدهش از خانهش تا به مسجد، در هر یک قدمش 1 سال اجر و پاداش نوشته میشه. ما میدونیم که شب قدر هر کس که در بیابد، اگر خطا نکنم 83 سال و چند ماه اجر و پاداش میگیرد. این فرصت ها را خداوند جل و علا به انسان داده است برای امت محمد صلی الله علیه و سلم که کوتاه‌ترین عمرها را ما و شما داریم برادران عزیزم. پس اون را باید خوب استفاده کرد. ما قوم نوح نیستیم که 300 سال و 900 سال عمر ببینیم. پیامبر محبوبمون در حدیث صحیح می‌فرمایند اعمار امتی، عمرهای امتی من 60-70 است. مرگ هیچ کسی رو پیش از آمدنش خبر نمی‌کند و هیچ کس نمی‌داند آیا چند لحظه بعد در قید حیات هست یا اینکه نه. حضرت علی کرم الله وجهه می‌فرماید اگر می‌خواهید که عمرتون، وقتتون به قدر عمر و وقت خود برسید، به زیارت قبرستان بروید. وقتی از پیش قبرستان میگذری میبینی کودکی 1 ساله هم هست، جوانی 18 ساله هم هست، 14 ساله هم هست، مردی 30 ساله و 50 ساله هم هست، در بین آنها 90 ساله و 80 ساله هم هست، در بین آنها فقیر هم هست، نادار هم هست، ثروتمند هم هست، مقامدار هم هست، رتبه دار هم هست. مرگ طبیعی است، همه انسان می رود. حضرت علی کرم الله وجهه با جمعی از دوستان و صحابگان از پیش قبرستانی می گذشتند و گفتند اگر خداوند جل و علا به اهل قبرستان در یک جمله نصیحت کردن بدهد، فکر شما چی است؟ مردگان به زندگان چی نصیحتی خواهند داشت؟ همه ساکت بود. گفتند اگر خداوند جل و علا به انسان‌هایی که امتحان خود را سپاریدند، عمر خود را دیدند، اگر به آنها در یک جمله نصیحت کردن داده شود، آنها میگویند که چه؟ و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، توشه بگیرید، بهترین توشه تقوا و پرهیزگاری است. همه انسان ها پشیمان میشن در حالت مرگ. همه انسان ها، چه انسانی صالح باشد چه انسانی بدکار، همه در خود یک پشیمانی حس میکنه. آنی که صالح است و نکوکار است، یک پشیمانی به امیده پروردگار کاش زیادتر نیکی میکردم، ای کاش زیادتر نیکی میکردم. در حدیثی که امام مسلم روایت میکند، وقتی انسان رو در قبر میگذارند، انسان صالح را، یک مرد نورانی بسیار زیبایی نزد او میآید، میگه تو کی هستی؟
این میگوید من اعمال نیکی تویم، همون نکوکاریت، همون نصیحت‌هایت، همون غمخوریت و خاطر خداوند دوست داشتن‌هایت، عبودکاریت، من امروز همون عمل‌های صالح تویم نزدت آمدم. خداوند به همه ما و شما چنین دوست در قبر نصیب کنه. و باز در روایت مسلم آمده است که وقتی انسانی گناهگار، انسانی که نه به منفعت خود زندگی کرده نه به منفعت هیچ انسانی، نه خیر و نیکیش به پدر و مادرش رسید، نه برادر و نه همسایه و نه وطن و نه همسر و فرزندان خودش، وقتی در قبر گذاشته می شود، بعد از سوال و جواب نزد او یک به مانند یک انسانی که بسیار بدبو است، بسیار زشت است، نزدش میاد، از او میترسد، میگوید تو کی هستی؟ میگوید من همون اعمال و عملهای بدی تو هستم. در دنیا غیبت کردی، در دنیا دل مردم، دل مسلمانان را، دل انسان ها را شکستی، دروغ گفتی، بهتان کردی، دزدیدی. امروز من همون اعمال همون بدیهای تام. پس برادران عزیزم، خداوند ما و شما الله جل و علا که ما و شما را دوست می‌دارد، می‌خواهد با این مناسبت و آن مناسبت، با مناسبت روز عرفات و شب قدر و روز جمعه ما و شما را بامرزد. سوال می شود خداوند کی رو هدایت میکند؟ خداوند کی رو هدایت میکند؟ کی رو میبخشد؟ هر کسی که شایسته بخشیدن باشد، هر کسی که شایسته هدایت باشد، هر کسی که خود بخواهد هدایت بیابد، خداوند رو کامیاب میکند، موفق میگرداند. من مخصوصا به جوانان میگویم، بعضی جوانان هستند که خود را فریب میدهند. حالا پیر شدم بعد نماز میخوانم، حالا پیر شدم بعد نیکی میکنم، حالا پیر شدم بعد به مسجد میروم، حالا پیر شدم بعد خیرخواه میشوم. کی ضمانت میدهد که تو پیر میشوی؟ کی ضمانت میدهد که یک لحظه بعد، یک دقیقه بعد تو زنده ای؟ این سخنها از روی دلسوزی است. هر روز جنازه است در مسجدهای شهر دوشنبه و تمام. میبینیم جوانان و کودک و زن و پیر و کلان و دارا و نادار همه میروند. ما هم خواهیم رفت. مهم آمدن و رفتن نیست. این آمدن ها و رفتن ها همه طبیعی هستند. اما چی است برادران عزیز؟ خوب استفاده کردن همین عمر است. خوب استفاده کردن همین فرصت است. خداوند جل و علا به همه ما و شما عمری درازی مبارکی با برکت نصیب گرداند. جوانان ما و شما را در راه دین، در راه خدمت به پدر و مادر، خدمت به وطن، خدمت به مسلمانان، همه ما و شما را مخصوص کامیاب و موفق بگرداند.